اون موقع میخوام بدونم این سوپر استارها بر چه اساسی سوپر استار میشدن ستاره های سینما؟ سوپر استار والا اگه کسی خودش به خودش بگی سوپر استار که نمیشه. صحیح نیست. مردم خب به خاطر دوست داشتن، وقتی یکی رو دوست داشت هی دوست داره که امتیاز بهش بده دیگه، فرق نمیکنه. ولی شهرت و معروفیت همه به دست میارن، ولی امتیاز محبوب بودن و مردم با آدم میدن. من باز چون از خانواده کشتی هستم و افتخار میکنم، یادم رفت بگم که اینا باید بگم چون باعث افتخارم. من اولین کلاس داوری کشتی رو در ایران دیدم، در مدرسه دارالفنون، چون معلم ورزش بود. مرحوم تختی باید یادش بکنم که یادش گرامی، مثل همه قهرمانان دیگه‌مون کشتیگیر فوق‌العاده‌ای بود، ولی محبوبیت و مردم بهش دادن. مردم صفت پهلوانی رو بهش دادن. این خیلی مهمه که مردم یه چیز بدن. حالا البته ما این جوان‌ها که الان اومدن هنوز خیلی جوانن، انشالله فرصت پیدا میکنن، معروف میشن، مشهور میشن، محبوب میشن. ما یه وقتی بود که حرف داره بذارم نمیدونم کجا، یه وقتی بود ما که خودمون به اصطلاح مرد بودیم رفتیم تو فیلم بازی میکردیم، خیلی همچنین راضی نبودیم و راحت نمیتونستیم بگیم که ما داریم فیلم بازی میکنیم. دیگه خانم‌ها رو که شما حد بزن چه مکافات داشتن، چقدر مشکل داشتن. واقعا باید واقعا درود فرستاد به تمام خانم‌هایی که در سینمای گذشته ما بودن که با همه کارشکنی‌ها، با همه به هر حال حرف و شایعه و حدیث می‌اومدن فیلم بازی کردن. الان باعث افتخاره که خانم‌ها، آقایون، همه خانواده‌ها با کمال میل، علاقمندی تشویق میکنن، ترغیب میکنن که برن سینما. خب این باعث خوشحالیه. انشالله که همه موفق باشن. به طور قطع یه روزگاری هم میرسه که سوپر استار میشن، خیلی بزرگ میشن که مردم بیشتر از اینا دوستشون داشته باشن. دستمزد ستاره ها اون موقع چقدر؟ من قیمتشو از من نپرسه که من بگم مثلا، چون مبنای قیمت همچنین مسئله خاصی نیست، ولی به هر حال چیزایی میگرفتن. یا البته همه نه، ولی یه عده‌ای پول خوب میگرفتن که مثلا زندگیشون تامین کنن. ببین آقای موسوی، آدم وقتی که کارمند یه اداره‌ای بود مثلا، خب این شب جمعه مثلا با باجناقش شدن، یکی شوهر خواهرش شدن، پسر خالش میرن مثلا تو پارک میشینن و یه نهار شام میخورن و یه زندگی معمولی داره. ولی وقتی وارد گود شد، وقتی به قولی معروف وقتی دیکته نوشت، غلط هم ممکنه بکنه. آدم وقتی وارد اجتماع شد یه سمتی پیدا کرد پیش مردم، باید زندگیش یه طوری باشه که بتونه راحت زندگی کنه. دیگه آدم مشهوری که دیروز فیلم بازی کرده، مردم در پیکر سینما رو شکستن که برن اینو ببینن، نمیتونه برن دکونه و یه نون سنگک بگیره که مجبور یکی رو پیدا کنه بگه آقا یه نون سنگک واسه من بگیر. برخی یه پول اضافه داشت، یه ماشینی سوار شه، 2 تا مهمونی بده، 4 مسافرتی بره، یه زندگیش فرق میکنه. اینی که لازمه. به هر حال این هیچ وقت نباید باعث ناراحتی کسی بشه، مگر که اون شخص بخواد تظاهرات عوام فریبانه بکنه، پوز بده به این کارش. نه، این امتیازات مردم به آدم میدن. مردمن که آدم ناصر ملک مطیع میکنن، مردمن که مرحوم فردین میسازن، مردمن که بهروز وثوقی درست میکنن، مردم به حکیم و آقای سعید راد، ایرج قاضی، همه یادم بهروز چه بدونم، بهمن مفید، مرسا عقیلی و آقای وحدت، پیشکسوت تئاتر و ورزش، اینا رو مردم ساختن و مردم باید قدر بدونن همه. و اینا هم
الحمدلله مردمی هستن که قدر این چیزها رو میدونن، همیشه حق شناسی رو داشتن و باعث خوشحالیه. منم نمیدونم بعضی وقتا فکر میکنم که آدم ممکنه در جوانی اشتباهاتی کرده، حالا باید جبران بکنیم، حالا باید سعی کنیم که اشتباهات جوانیمون تکرار نکنیم. ولی اون شعر معروفی گفت صد حیف که ما پیر جهان دیده نبودیم، روزی که رسیدیم به ایام جوان آدم اگه هست ممکنه اشتباهی در زندگی بکنه، پشت سر کسی بعد بگی راجع به یکی حرف حدیثی بزنه، ولی وقتی جا افتاد و سن و سالی ازش گذشت دیگه پخته میشه، دیگه باید سعی کنه که رعایت همه چیز بکنه. بس اون طفل معصومو بی اسمتش کردم. من از نصفش رسیدم. خانده ای کی؟ گفتم کی؟ ده حرف بزن خانده ای. چرا حرف نمیزنی خانده ای؟ منصور آقمنگل. ای بی معرفت های نولوتی. خونشو میرسم. نه فرمون، ننه تو قسم خورده بودی، تو جلوی پیغمبر قسم خوردی، توبه کردی، ولم کن قسمتو ننه. فرو بده و سال بعد بفرست. من نمیتونم ساکت بشینم. ولم کن. صحبت ناموسه. من نکنم قیصر این بازار چرا به خون بکشه، ولی بیشتر از اون من این کار میکنم. به ناموس زهرا تیکه تیکشو میکنم. ولم کن بذار برم. اول منو بزن بعد برو. واسه پهلوون خاریه فرمون. نگاه نکن حالا یه پوست و استخون شدم. تو هر زورخونه میرفتم واسم زنگ میزدن، میشد 2 روز کشتی میگرفتم. با این احوال هیچ وقت دست به چاقو نبردم. نامردا باید از بازوی آدم بترسن، نه از چاقو. چاقو رو دست بچم که بدی دستشو میبره. آجر از تو دیوار میکشیدم بیرون. اما حالا چی؟ چشم آب آورده، پاهم میلرزه. خیال میکنی به من چی میگذره؟ دلم داره کنده میشه. این جیگرم واسه فاتی داره آتش میگیره. الله چی کار میتونم بکنم؟ واسه پهلوان مرگه. تو قسم خورده بودی فرمون. چاقو رو بده منو صلوات بفرست. دلیل ماندگاری، البته دلیل ماندگاری رو شما مردم عنوان کردین. دلیل ماندگاری آقای ملک موطی؟ دلیلش نمیدونم، دلیلش این کار خداست، این کار مقداری شانس، مقداری موقعیت خوبه، برای خودش هم آدم مواظب. اون هیچ جای دنیا اینطوری نیست. خیلی جاها ما دیدیم سوپر استارشون، قهرمان فیلمشون تو خیابون داره میره، اصلا هیچ توجهی بهش نمیکنن. ولی آقای ملک موطی بدون تعارف بعد 32-33 سال میاد تو خیابون. مثلا خودم شاهد یک مراسمی بودم که مراسم شادروان خانم خیرآبادی، بله. نادره سینما، خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش. من همیشه میگم همیشه مادر من بودم و مثل مادر خودم برای من قابل احترامه. خیلی خدا رحمتش. شما وارد اونجا که شدین نتونستین دیگه بیاین مسجد، از همون دم در فراریتون دادن. این هیچ جای دنیا نیست. خب به هر حال هست دیگه، اینطوری هست. من ببخشید من یه ذره سن و سالم هم رفته بالا، شما ماشاءالله سوال زیاد دارید، منم پر حرفی میکنم، ولی نمیدونم پیش میاد برای آدم این چیزا هست. تو مملکت ما هم چون مردم واقعا علاقمند به این چیزا هستن، دوست دارن. به هر حال ما هم قهرمان داستان‌های سینما بودیم، قهرمان مردم کوچه و بازار. داستان فیلم ها هم گویی که اشتباه زیاد داشتن. من حس هیچ وقت نمیخوام بدم، افتخار میکنم به سینمایی که باش بودم، ولی اشتباه زیاد داشتیم برای که میخواستیم این پول برگرده و برای اینکه پول برگرده آدم هول میشه، اشتباه میکنه، کارایی میکنه. همه عاشق بودن، پول اولش اصلا مطلب. من اولین فیلمی که بازی کردم ولگرد، با اینکه خیلی معروف شد،
500 تومن به من دادن. 500 500 یه تک تومن. البته